داستان پیرمرد و درخت سیب روزی روزگاری. پیرمردی در حیاط خانه‌اش درخت سیب کهنی داشت. سالها پیش این درخت را با دستان خودش کاشته بود. اما حالا درخت دیگر میوه نمیداد و فقط سایه داشت. پسرش به او گفت: بابا، این درخت فایده‌ای نداره، نه میوه میده، نه چوبش به درد میخوره. بهتره قطعش کنیم. پیرمرد لبخند زد و گفت: باشه پسرم، ولی قبل از اینکه قطعش کنی، یک روز زیر سایه‌اش بشین و فکر کن. پسر قبول کرد و اون روز بعد از ظهر زیر سایه درخت نشست. در همین حین چند کودک از محله آمدند و شروع به بازی کردن دور درخت کردند. یکی از آنها با صدای بلند گفت: ای وای، چه سایه خنکی! بیا اینجا قایم باشک بازی کنیم. پسر که این صحنه را دید، به یاد کودکی خودش افتاد. همونجا که در گرمای تابستان با دوستانش زیر همین درخت بازی میکرد، سیب میخورد و میخندید. او بلند شد، به پدرش نگاه کرد و گفت: بابا، این درخت از 1000 تا درخت میوه بیشتر فایده داره. پیام داستان: همه چیز فقط در میوه و فایده های مادی خلاصه نمی شود. برخی چیزها مثل خاطره ها و سایه محبت ارزششان فراموشن شدنی است. اگر خواستی داستان های دیگه هم برات دارم، از عاشقانه تا عرفانی.